طبق نقشه چاره‌بینی‌های آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر لیوکن روز تا روز وسعت تازه کسب نموده ایستاده است. بنیاد ساختمان‌های اجتماعی و اقتصادی در اساس دستور و سپارش‌های رهبریت سطح عالی کشور به کلاً دگرگون گردیدن سیمای شهر مساعدت می‌نماید. ساختمانچیان در انشاءهای بنیاد شونده کارهای سازندگی و آبادانی را پیش برده تلاش بر آن می‌نمایند که موافق نقشه پیش بینی شده با صفت بلند کارهای ساختمانی را به انجام رسانند. با اطلاع مدیر بخش معماری و ساختمان شهر از حساب فعالان و صاحبکاران احسانکار در جماعت‌های دهات این روند ادامه داشته، هدف هر یک ساکن وطن دوست این پیش از همه آبادی یک گوشه وطن می باشد. سرور دولت ضمن سخنرانی‌هایشان تاکید می‌نمایند که آبادی وطن پیش از همه از خانه محل زیستی هر یک ساکن کشور آغاز گردیده. ما در یک جایگی می‌توانیم تاجیکستان صاحب استقلال را باز هم آباد و زیبا نموده در ردیف کشورهای مترقی عالم معرفی نماییم. در انشاءهای جشنی ساختمانچیان با درک بلند مسئولیت شناسی در آبادی شهر سهم نظررس خود را گذاشته ایستادند. گفته شد که نقش صاحبکاران در بنیاد اکثر انشاءهای تعییناتشان گوناگون بر علا احساس می‌گردد. با دستگیری صاحبکاران وطنی عبادالله اماموف و حکیم علی قادیرов در کوچه به نام اسماعیل سامانی جماعت شهرک ساختمان بناهای بلند آشیانه ادامه دارد. صاحبکاران سازنده و بنیادکار تاکید نمودند که کارهای ساختمانی با صفت بلند و در نزدیکترین فرصت به انجام رسانیده می شود. ساختمانچیان در بنیاد بناهای بلند آشیانه سهمگذاری می نمایند. تمام شرایط برای وسعت بخشیدن کارهای آبادانی مهیا بودند. ساختمانچیان وابسته به حجم کار با معاش بسنده تامینند. بناهای نوبنیاد وابسته به طلبات دور با طرح زمانوی بنیاد گردیده در آشیانه اول مرکز سودا و دیگر نقطه های خدمت رسانی به نقشه گرفته شده است. همچنین میدانچه بازی کودکان در شفت آن پیش بینی گردیده است. در برابر بنیاد نمودن انشاءهای گوناگون جشنی ساکنان شهر لیوکن به مسئله آبادانی و کبودیزارکنی دقت مخصوص ظاهر نموده تلاش بر آن می‌نمایند که در بهداشت محیط زیست و زیبایی طبیعت گرد و اطراف سهم ارزنده خود را گذاشته صحنه‌های تاریخی در پیش ایستاده را با دستاوردهای نظررس و مهنت اهلانه در راه آبادی دیار استقبال خواهند گرفت.